آقا من داخل خونه بیکار بودم، یه دفعه یادم افتاد من یه پمپ باد زاغارت دارم که خیلی زشته. آقا فوری بلند شدم گفتم چرا ارتقاش ندم، رفتم بالا قوطیاشو برش زدم، یه چارچوب برای شاسیش درست کردم، به اون شاسیه چرخ جوش دادم و یه جانمایی کردم از منبع جدیدمون با کمپرسور. بعدش اومدم اون پمپ قبلیه رو اتصالاتش باز کردم، هر چی به درد میخورد و کشیدم بیرون. بعدش هم برداشتم تراششون دادم اون اتصالات آهنیمون که جوش داده میشه به منبع، بردم پیش اوستا جوشکار CO2 اگزوستسازی ها اکثرا دارن. رفتم اونجا گفتم آقا اینا رو جوش بده داخل اینجور جا، اونا رو جوش داد، آماده کرد، آوردم خونه. یه جانمایی ریز بازم کردم ببینم چجوریه، دیدم بد نیست. فوری بلند شدم اون پرشر و گیج و سوپاپ و شیریه طرفه و اینا رو همه رو بستم روی منبع جدید. کمپرسورم اون لوله تخلیه هواش اونجا که باد میاد بیرون رو وصل کردم به شیر یه طرفه و تقریبا دیگه اوکی شد. فشار شکنش هم دیگه کامل کردم، بستم و تموم شد و رفت. الان هم تست بادش داخل ویدیو بعدی میذارم. اگه دوست داری ویدیو بلندترش رو ببینی داخل کانالم هست یا همین زیر لینکش رو گذاشتم، میتونید برید ببینید. راستی سابسکرایب هم یادتون نره.